صبح شما بخیر باشه بینندگان عزیز رادیو آزادی و همه آنهایی که هر روز منتظر خبرهای رادیو آزادی میمونند. امروز 20 فوریه است، روز شنبه، روز ارتش ملی تاجیکستان و به اصطلاح روز مردان. از این خاطر تمام رودمردان وطن را با این جشنشان تبریک میگویم و برایتان صحتی و سلامتی میخوایم و تشکر میگیم که همه شما ما را همیشه تماشا میکنید. خب اکنون نگاه میاندازیم به خبرهایی که من در دست دارم. داستانی نویای سینوی شهر دوشنبه در نسبت یک آموزگار مکتب اینترنت رقمی یک پایتخت برای به خودکشی رساندن و اجرا نکردن عهدهداری در تربیت نابالغ عیب اعلام کرد. جسادی محمد جان دولتی 15 ساله خواننده صنف 8 مکتب اینترنت رقمی یک شهر دوشنبه با نشانه‌های خداویزی روز 8 فوریه در خوابگاه این مکتب پیدا شد. یک مقام از داستانی شهر دوشنبه گفت سومنگل قلندر شویوا رهبری صنف این نابالغ بود و بر اساس گفته شاهدان او با محمد جان قبل از خودکشی رفتاری دغل کرده است. این مقام داستانی گفت رفتارهای آموزگار بر اساس ماده 109 قسم 2 یعنی به خودکشی رساندن و ماده 174 قسم 2 یعنی اجرا نکردن عهدهداری ها عاید به تربیت نابالغ تفتیش می شود. این ماده های قانون تا چند سال محروم ساختن از آزادی را پیش بینی می کند. مقامات داستانی میگویند این آغاز تفتیش است و با پیدا شدن دلیل های نو تغییر یافتن ماده ها در پرونده و یا تغییر ماده ها از احتمال دور نیست. روسیه روند آسان کردن دریافت شهروندی به ختم‌کنندگان مؤسسه‌های عالی کشورش را بررسی دارد، در حالی که صدها جوان تاجیک در جستجو و راههای دریافت یک اقامت در روسیه هستند. سفارت این کشور در تاجیکستان اعلام کرد احتمال پیشنهاد شهروندی به جوانانی که در آموزشگاه و مکتب‌های عالی این کشور تحصیل می‌کنند آسان شود. ایگور لکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 20 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه به مسئله توجه جوانان تاجیکستانی به تحصیل و زندگی در آن کشور تاکید کرد و گفت پیشنهاد امتیاز برای گرفتن شهروندی به محصلین تاجیک روسیه را مطرح دارم. خبر احتمالی آسان شدن دریافت شهروندی در حالی است که سالهای اخیر در تاجیکستان هرچی بیشتر ساکنان تلاشی با هر راه به دست آوردن حق اقامت در روسیه را میکنند. تا امروز برنامه دولتی روسیه پریسیلینیا یا کوچبندی فعال است که در ابتدا برای بازگرداندن اهالی روززبان از کشورهای شوروی سابق تمرکز میکرد و حالا اساساً برای تامین منطقه‌های تشنه متخصص و نیروی کاری در روسیه عمل میکند. در 11 سال فعالیت این برنامه بنا به اطلاع رسمی مقامات روسیه 800,000 نفر از جمهوری‌های شوروی سابق توانستند شهروندی این کشور را به دست آورند. طبق این برنامه با آنهای برتری داده می شود که عائله‌دار و صاحب تخصصی برای روسیه مهم می باشند. اما صدها دانشجوی تاجیک بعد از تحصیل در روسیه هم کوشش میکنند زندگی خود را آنجا برمانده به وطن برنگردند. تاجیکستان هر سال صدها جوان را برای تحصیل به روسیه میفرستد تا مشکل نارسایی کادرها را در کشور حل کند، ولی بیش از نصف دانشجویان بعد تحصیل به کشور برنمیگردند و مقیم آن کشور میشوند. بنا به حسابات تا امروز 300,000 نفر از ساکنان تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آوردند، ولی دقیق نیست که چند نفر آنها در بهای شهروندی روسیه از تبعیت تاجیکستان کاملا دست کشیده و چند نفر دیگر در برابر شناسنامه روسی شناسنامه تاجیکیشان را نیز حفظ کرده است. خبرگزاری سپوتنیک می‌نویسد دادگاه ناحیه پریمورسکی شهر سنت پترزبورگ علیشیر جورایف یک شهروند تاجیکستان را به 2 ماه زندان حکم نموده است. گفته می شود جورایف در اینترنت موادهای را نشر کرده است که حادثه ترکیش در متروی سنت پترزبورگ را جانبداری می‌کند. ترکیش در متروی سنت پترزبورگ 3 اپریل سال 2017 انجام شده بود و در پی آن 16 تن هلاک و 67 نفر مجروح گردیدند. بنا به اطلاع تفتیشات جورایف که در یاندکس تاکسی راننده بوده است پس از انفجار در برنامه زیلو 2 ثبت آوازی جای داده است. ثبتات ترکیش در مترو را جانبداری می‌کردند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. سربازی که در کشتاری مناسب اولمبیکوف افسر 21 ساله نیروهای مرزبانی گمانبر دانسته میشد در اولین پرسش‌ها در مرافعه دادگاهی به گناه خود اقرار شده است. او گفته است از کار کردش پشیمان است و از خانواده اولمبیکوف عذر پرسید. بررسی مرافعه قتل مناسب اولمبیکوف روز 21 فوریه در دادگاه حربی ولایت مختار کوهستان بدخشان شروع شد. لیتنانت مناسب اولمبیکوف معاون سردار دیدبانگاه اندراب در نزدیکی شهر خوروغ بود و روز 7 دکبر سال 2018 در همین دیدبانگاه از ضرب 3 تیر کشته شد. در قتل این افسر سرباز منصور نوروزی 19 ساله از ناحیه خراسان گمانبر دانسته میشد. نسبت به گمانبر بر اساس ماده های 104 و 335 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی
کشتار و عبور غیرقانونی مرز پرونده باز شد. این سرباز در آغاز مرافعه دادگاهی در حضور نزدیکان افسر کشته شده گفته است این حادثه در پی یک بحث با مناسب اولمبیکوف برای تلفن صورت گرفت. لتینانت نیروهای مرزبانی طوری هم تفتیشات پیشکی معین کرده بود تلفن را از دست سرباز گرفته او را شلاق زده است. سرباز هم به خشم آمده به سوی افسر تیرخواره میکند. سرباز منصور نوروزوف به گفته نزدیکان افسر کشته شده مناسب اولمبیکوف در مرافعه از کرده خود اظهار پشیمانی نموده است. باید گفت که در گذشته نیز در بعضی از قسم‌های نظامی تیرپرانی باعث به مرگ سربازان و افسران شده است، اما مقامات اکثر این حادثه ها را تصادفی گفتند. در تاجیکستان بنابر آنکه پناهگاه‌های کسبی و مخصوص نگهداری جانوران خیابانی وجود ندارد، بعضی ساکنان جانوران محتاج به یاری را در منزل‌های خودشان پرستاری می‌کنند. اما چون اکثریت معمولاً جانوران تازه و سالم و خوش‌صورت را دوست می‌دارند، شانس صاحب خانه شدن سگ و گربه بیمار و معیوب خیلی ناچیز است. گزارشی که حالا پیشنهاد شما می‌شود در همین باره نقل می‌کند. این پشکچه رو با مادرش در بیرون یافتم و این یک طرفش قریب شکاف بود و وی رو نگاه کردیم نقش شد خود یعنی خیلی بسیار هیچ کس نمیگوید که وی یگان وقت پشکی کوچکی بود پشکچه کوچکی بود مثل پارودیستی است. موضوع حیوانات کوچکی در دوشنبه تا رفت جدی می شود. برای کمک اراده بر این حامی جانوران روزنامه نگاران و فعالان جامعه رسیدند. آنها اقدامی آنها نیز در دوشنبه زیستن می خواهند را شروع کردند. این بیرحمی بخصوص از طرف کودکان تشویش آور است. میکشند، دمهایشان را میبرند، لط و کوب میکنند. مناسبت با جانوران از خردسالی باید تشکل یابد، چنین میپندارد شهرت. در این مرکز او سگ‌ها را رام میکند. اینجا مربی‌ها کودکان نیز هستند. با قبل او این اصول در دل آنها مهر به جانوران را تقویت می‌دهد. اینا به تاونان کی وای کنن یاد نه فقط یاد دادن همین وقتی مناسبت درست کردن را یاد بگیرن. دوستداران و حامی جانوران از رفتار اداره نگهداری راه‌ها به تشویش افتادند که حیوان‌های خیابانی را می‌پرانند. آنها میگویند که قراری رئیس شهر را دارند، اما در این دستور کلمه بکش یا بپران نیست. اختیاریان از شبکه‌های اجتماعی در دوشنبه گوشه‌های موقتی نگهداری جانوران باز کردند. در اینجا سگ‌ها زیر نظارت دختران حیوانات و اختیاریان قرار می‌گیرند. آنها آن سگ‌هایی را که وضعشان وزنین، کسل و مجروح است با خود می‌گیرند. عکس‌های جانوران را در فیسبوک نشر می‌کنند. از این راه برای طبابت جانوران مبلغ جمع کرده تلاش می‌شود جانوران صاحب نو پیدا کنند. نوید بمدادی روز شنبه 21 فوریه را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان در سال 2018 تقریبا هر روز یک آدم در صدمه‌های نقلیاتی هلاک شده 4 نفر جراحت برداشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که سال گذشته نزدیک 1300 صدمه ثبت شده است که تقریبا روزی 4 صدمه حساب می‌شود. در پی این صدمه‌ها 395 نفر کشته شده 1357 نفر جراحت برداشتند. سال گذشته جزا برای راننده‌هایی که باعث سر زدن صدمه‌های نقلیاتی می‌شوند سخت‌تر شده. برای رانندگی در حال مستی در تاجیکستان تا 20,000 سومانی جریمه مقرر شده است، ولی اگر راننده مست سبب صدمه و یا فاجعه شود به سالهای طولانی زندان محکوم می‌گردد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب صدمه‌های مرگبار را در رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه با سرعت بلند راندن ماشین و در حالت مستی رانندگی کردن می‌دانند. و امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 21 فوریه رمز نوروز 2019 و نمود خلطه‌های نوروزی را تصدیق کرد. رمزهای نوی تصدیق شده برای استفاده مشورت داده می‌شود. خلطه‌های نوروزی که در آن نیز رمز و انگاره نوروز تصویر یافته است برای تقدیم تحفه‌ها پیش بینی شده است. خلطه‌های نوروزی برای تقدیم تحفه‌ها از جمله به قشر اجتماعی جامعه یتیمان، بیماران، برجاماندگان، پیرانسالان و کودکان و نورسان مشورت داده می‌شود. نوروز سال 2010 با قرار یونسکو مؤسسه علم و
فرهنگی سازمان ملل متحد همچون عید بین‌المللی اعتراف شده است و در تاجیکستان هم یک عید رسمی و مهم به حساب می رود. عید جمهوری نوروز سال جاری در شهر نورک برگزار می شود و با مناسبت این عید هر سال در کشور طولانی ترین تعطیل پیش بینی می گردد. سال جاری با مناسبت نوروز مردم تاجیکستان از 21 تا 26 مارت با شمول روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل خواهند کرد و ما در نوبت خود بینندگان عزیز برای شما نیز استراحت خوب می‌خواهیم و تشکر میگم که این چند دقیقه ما رو تماشا کردید و تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.